الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، سوال آمده است که زنی که بد بیند که شوهرش دوم زن گیرد، یعنی زنی مسلمان و مؤمنه که نخواهد که شوهرش دوم زن گیرد و شوهرش را از زن دوم گرفتن منع کند، چرا که میگن امروز همین خیل زنها بسیار هستند، حتی زنهایی که علم دارند نمیخواهند که زنشان دوم زن گیرد. حکمی همین خیل زنها چیست؟ بارک الله فیکم. اولا الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 3 بیان میکند و میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. و البته همین آیت 3 سوره نساء این حجت برای مباح بودن یک تا دو تا سه تا چهار تا زن گرفتن است. یعنی الله سبحانه و تعالی در اینجا میگوید که نکاح بکنید هر آن زنهایی که شما خواستید که به زنی درآورید، از زنها دو تا سه تا چهار تا، و اگر ترسیدید که بین اینها عدل کردن نمیتوانید یک تا بگیرید. البته بارک الله فیکم این حکم الله رب العزت و الجلال است و این مباح است. و اما یک زن مسلمه که به شوهرش زن دوم گرفتن را اجازه نمیدهد و نمیخواهد که شوهرش دو سه چهار تا زن داشته باشد، از چندین حالت ها خالی نیست. حالت یکم، بعضی زنها همین چیز را چنان بد میبینند، دو زنگی را چنان بد میبینند که حتی قبول ندارند. میگویند که من از شریعت الله همه چیز را قبول دارم اما دو زنگی را قبول ندارم، سه زنه و چهار زنه شدن مرد را قبول ندارم. من به شوهرم اجازت هیچگاه نمیتیم که دوم زن گیرد، برای اون که میگه من همین کار را بد میبینم، همین عمل را بد میبینم، من مخالف دو زنگی و سه زنگی هستم. نه فقط به شوهرم، به دیگر انسان ها هم من چی میکنم؟ بدم میآید اگر دو زنه باشند. اعوذ بالله من ذلك. این عقیده زن عقیده کفر است و صاحبش را به کفر میبرد، زیرا که در اینجا سبب کفرش، مناط کفرش کفر جحد است، کفر رد است. آیت الله، حکم الله که الله سبحانه و تعالی به واسطه قرآنش و رسولش به ما خبر داده است رد کرده است. الله خودش میداند که برای بندگانش چی نمود زندگی بهتر است و برای مرد چند تا زن خوبتر است و افضل است و بهتر است. الله بیان نمود در حالتی که انسان عدل کرده میتواند چهار تا زن گرفتنش با وجود نفقه کردن و توان برداشت کردنش البته جایز است، حلال است. و کسی که میگه که نه من قبول ندارم، گرچند که حلال باشد من اجازه نمیدم، من مخالف این هستم، این چنین سخنها کفر است، صاحبش کفری اکبر میگرد، کافر میشود، زیرا که این جهد کرده است، جهد و رد و امتناع کرده است از اسلام. و در همین مسئله ما همه اهل سنت و الجماعت عقیده داریم که هر یک کسی که یک مسئله قرآنی را، یک حرفش را، یک آیتش را رد کند کافر میشود. قسم دومی زنهایی هستند که مؤمنه و مسلمه میگویند که ما الحمدلله آیت قرآنی که در قرآن آمده است در سوره نساء آیت 3 فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، این آیت را میگن ما قبول داریم. ما میگوییم که البته این بهترین حکم است، این حکم الله است که الله اجازه داد، ما مخالف این آیت نیستیم، ما قبول داریم، اما به شوهرهایمان زن گرفتن را اجازه نمیدهیم. از کدام سبب؟ میگن که به سبب این که شوهر ما اصلا عدل ندارند، شوهر ما اصلا قدرت ندارد، یعنی از نظر خوراکه، از نظر پوشاکه، از نظر خانه و مسکن، حتی به من زن یکم یعنی قادر نیست که کمک بکند. در این حالت میگه من به وجه چگونه اجازه دهم که زن دوم بگیرد؟ از این حالت البته وقتی که این سخن رو گفت جایز است. زن بگوید که اول اگر زن بگوید که مرد مرحمت پول داشته باشد، خورد و خوراک مرا درست کند، سر لباس مرا درست بکند، مسکن را درست بکند، در این حالت من اجازت میدم، اما تا این حالت اجازت نمیدم. در این حالت این زن گناهگار نیست، این حق خودش را زن طلب کرده شده است.
در این حالت جایز است. حالت سوم، یک زن میگوید که شوهر من، البته بعضی زنها هستند که شوهرش خانه دارد، پول دارد، مال دارد، اما اجازت نمیدهد. میگوید که من اجازت نمیدهم یا که من راضی نیستم از سبب اینکه من قرآن رو رد نمی کنم. نه، من قرآن رو دوست دارم، من میگم که این حکم قرآن است، اما رشکم زیاد است. ما میگیم که البته این عمل زن درست نیست. درست است که رشک در درون هر یک زن می شود. زنی بی رشک وجود ندارد. زن حضرت ابراهیم علیه السلام، ساره و هاجر، ببینید وقتی که ساره فرزنددار نشدند، یک کنیز خود را آزاد کردند و به ابراهیم نکاح کردند و دادند و بعد از این باز خودشان سخت رشک کردند. ابن قیم الجوزی در کتاب زاد المعاد میگویند زمانی که ساره زن اولی ابراهیم سخت رشک کردند، دلشان از رشک در میگرفت، میسوخت. از همین جهت الله رب العزت و الجلال به ابراهیم امر کرد که از عراق برایند به مکه زنشان هاجر را به اسماعیل بیارند. وقتی که زن دومی حضرت ابراهیم اسماعیل را تولد کردند، زن اول بنیاد رشک کرد. البته رشک وجود دارد. نظر میکنیم به قصه زنهای حضرت خاتم الرسول نبینا محمد صلی الله علیه و سلم که زنهایشون به همدیگر رشک داشتند. اما رشک دو نمود است: رشک جایز و شرعی و رشک ناجایز و غیر شرعی. رشک جایز، شما به شوهرتون اجازت میدید که زن گیرد و بعد از این البته در درونتون رشک می است، عذاب میکشید، اذیت میکشید، البته این اجر است. یعنی حکم الله رو عمل میکنید، عذاب میکشید، کمی اجر میگیرید، صبر میکنید. این طبیعی هست، به این نمیشود. زنی نیست که به شوهرش زن گران دهد و باز خودش همیشه خرسان باشد. این جونین زن نیست. همه در درون دلش شاید کمی هم باشد، اذیت میکشد، اما این طبیعی است، باکی ندارد، صبر میکنید، باید صبر کنید. و زنی هست که این گفتیم رشک طبیعی است، اما زنی هست که رشک میکند به شوهرش، از زن دومش جدا میکند، یا که خودش رو به قتل میرساند که حرام میمورد، اعوذ بالله من ذلک، یا فرزندش رو میگیرد و میرود به نزد پدر و مادرش، به شوهرش همیشه جنگ میکند و یا که زندگیش رو جدا میکند، یا که دشنامهای حقارتهای بد، که این رشک غیر شرعی، این رشک حرام است. رشک جایز است، به شوهرت رشک بخور، اما رشکت رشک شرعی باشد، جایز باشد. این طور نیست که تو چنان رشک بکنی که حکم الله را رد بکنی، بلکه رشک بخور که در دایره حکم الله و رسولش باشد. بارک الله فیکم. و البته الله رب العزت و الجلال چرا زن گرفتن را برای ما مردها اجازت داد؟ حکمت از مباح کردن تعدد زن. اولا خواهر موحدم باید بدانی که تعدد زن، یعنی یک مرد زن را 2 تا و 3 تا و 4 تا گرفتن، سبب زیاد شدن امت میگردد. امروز ای خواهرم تو ببین که چقدر مادران ما، پدران ما فرزندایشان را دوست می‌دارند، زیرا که یک زن دارد. پدر من شما یک زن دارد و این مادر فقط 4 فرزند دارد یا 2 فرزند دارد، یک پسر یک دختر، یا 2 پسر دارد 2 دختر. نمیخواهد که یک پسرش به خاطر الله هجرت بکند، نصرت دین الله را داشته باشد. نمیخواهد که یک پسرش نصرت دهنده دین، عالم قرآن و سنت باشد. میترسد که در این راه اذیت و مشکلی زیاد است. پس وقتی که یک پدر صاحب 20 فرزند است، 20 پسر است، قسم به الله که 5 پسرش برای بردا کردن کلمت الله، 5 دیگرش برای نصرت دادن دین الله به علم و قلم صرف بشود، 10 تا دیگرش یا 5 تا دیگرش در دنیا مشغول باشد و موحد باشد، باکی نیست. پس برای مرد مسلمان بهترین عمل این است که فرزندش زیاد باشد، که فرزندش را برای پیش بردن دین استفاده ببرد، نه این که فرزندش را در درون خانه احتیاط کند، نگاه دارد، دوست دارد، به نماز حتی رفتن نماند. تو گوید شاید ترمه میشه و بیا هیچ جا نروم، خیلی استی، اعوذ بالله، که امروز من شما همین هستیم. پس ای خواهرم موحده باش، ای خواهرم سبب نصرت دین باش، ای خواهرم به شوهر مسلمان موحدت تو خودت یک دختر زیبای مسلمان موحده را دریاب بکن و هدیه نما. تو هیچگاه فراموش نکن که اولین زن و بهترین زن و زیباترین زن برای شوهرت تو هستی. قسم به الله
اولین زن برای همه مرد این اولین زن است. اگر زن موحده مؤمنه باشد. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین زن خدیجه اولین زن بود. خدیجه زن شخصی بود که رسول الله دوست می داشتند و به بالای خدیجه هیچ زنی نگرفتند. تمام فرزندان رسول الله از خدیجه است و تا زمانی که خدیجه وفات نکردند به بالای خدیجه زن نگرفتند و خدیجه را دوست داشتند. پس این زن اول بود. پس به زن اول یگان زن برابر نمی شود. والله اعلم. والله اعلم. اگر زن اول مؤمنه موحده باشد و در حقیقت برای شوهرش مهربان باشد، برای شوهرش خودش زن یابد، بکوبد، بدهد و زندگیش رو اگر خواهد که در این دنیا مدت 20 ساله که زندگی میکنید، از 20 سالگی 25 سالگی اگر زندگی کنید تو 50 60 سالگی 25 30 سال اگر خواهید که خوب زندگی کنید، این مثل یک بازی است. زن گرفتن، زندگی کردن مثل یک بازی است. الله سبحانه و تعالی میگه لعب و لهو، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. حیات این دنیا البته این یک بازی است و بیهوده است. پس زندگی را زیبا کنید، فرزندها را زیاد بکنید. اولین حکمت زن را زیاد گرفتن این است که امت رسول الله زیاد می شود و رسول الله میگن من فخر میکنم در روز قیامت که امت من زیاد باشد. فانی تزوج الولود الودود. ای مردها زنهای را تولد شما نکاح بکنید که زیاد تولد کننده باشند. فانی مکاثر الامم یوم القیامه. پس من میگم که میخواهم در روز قیامت فخر میکنم که از امتم از همه دیگر امتها زیاد باشند. و البته وقتی که امت رسول الله زیاد می شود، امت قوی می شود. امت که زیاد شد توحید پهن می شود و البته این سببی پیشروی مسلمان است. و حکمت دوم این است که خواهر مسلمانم و موحدم بدان که امروز خواهران موحده ما و تو به شوهرها زندگی می کنند. چقدر مسلمه ها دخترها به شوهر زندگی می کنند از سبب این که مردان مسلمان کمند. زیرا که مردها بسیارتر به کوچه می براید، بسیارتر در کافتکا و زندگی است و بسیارتر به حادثه ها به تقدیر الله رب العزت و الجلال واقع می شود. وفات کردن مردها از زنها زیادتر است و این چنین در تولد زیاد شوی زنها از مردها زیادتر است و یکی از علامت های قیامت هم همین است که زیاد شوی زنهاست. پس به خواهر یک موحده رحم نما. وی هم میخواهد که در اون فرزند باشد. یا خواهر مسلمان میخواهد که فرزند داشته باشد، شوهر داشته باشد، بالاخره شهوت دارد. پس ای خواهر مسلمانم به دیگر خواهرت رحمگین باش. به شوهرت یک مسلمان دختری را راهنمود کن. پس وقتی که یک جمعیت مسلمان پر از زنهای بی شوهر باشد، این سبب فساد این جمعیت می شود. و حکمت سومش این است که بسیاری از زنها وقتی که شوهرشان می میرد کمک کننده ندارند، بیوه هستند، یتیم دارند، نگاهی بین کننده ندارند. پس مرد قادر است که این زن بیوه را به کودکهایش بگیرد، نگاه بین کند، به اجر و ثواب یتیم نگاه کننده رسد و در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این سببش بنشیند که رسول الله گفتند انا و کافل یتیم کهاتین فی الجنه. من و نگاه دارنده یتیم، کفالت گیرنده یتیم به مانند همین دو انگشت در جنت هستیم، همراه هستیم میگن. پس بعد از این یک بیوه را زندگیش را نگاه کند، از شهوت و از تهمت زنا و این چیزا خلاصش بکند، البته این بهترین عمل است. پس خواهر مسلمانم به حکم الله سرخم بکن و به شوهر خودت یک زن زیبای و مسلمه